در آغاز خداوند آسمان و زمین را آفرید که نشانگر حکمت، قدرت و عظمت کاملش است. او مرد و زن را به شباهت خود آفرید، آنها را به هدف شناخت آفریننده خود از کرامت پر کرد تا از طرف او بر زمین حکم فرمایی کنند. یک رابطه کامل بین انسان و خدا برقرار بود. با این حال انسانها در برابر آفریننده خود عصیان کردند. آنها فکر کردند می توانند مانند خدا شده و خود را جلال دهند و گناه کردند. گناه آنها را آلوده کرد. رابطه بین انسان و خالقش گسسته شد. همه انسانها جدایی از خالق را به ارث بردند. ما این خلأ و جدایی را حس می کنیم و سعی می کنیم آن را پر کنیم. در شهر بابل برجی ساختند تا همانند خدا شوند. ما نیز مانند آنها مایل هستیم که عزت و اهداف نفسانی خودمان را دنبال کنیم. اما تلاش انسان به جایی نمی رسد و تنها فاجعه می آفریند. گناه انسانها را در بر می گیرد، خانواده ها را از هم جدا می کند و بین ما و خدا جدایی می افکند. اما خدا سرشار از عشق و محبت نسبت به ماست. او نقشه‌ای برای انسان داشت. او عیسی مسیح را فرستاد تا ارتباط بین خدا و انسان را دوباره برقرار کند. عیسی معجزه ها انجام داد، به عنوان استاد تعلیم میداد و با طرد شدگان هم سفره بود. او از یک جشن بزرگ در شب آخر سخن گفت، جایی که هر کسی میتواند مهمان افتخاری آن باشد. بیماران و طرد شدگان به سوی او آمدند و به جای آلوده کردن عیسی از او شفا یافتند و احیا شدند. اما انسانها بار دیگر عصیان کردند. او اجازه داد تا چنین شود. او تمام شرم و حقارتی را که انسانها سزاوار تحمل آن بودند را بر خود گرفت. در لحظات پیش از مرگش عیسی مسیح به صورت فراتبیعی تمام گناه و شرم ما را بر خود گرفت. رنج غضب خدا و درد جدایی بشریت از خدا را بر خود گرفت، چون بدون قربانی شدن عیسی انسانها هرگز نمیتوانند از طریق اعمال نیک یا شریعت دینی خود را از گناه پاک کنند و با خدا رابطه داشته باشند. سپس خداوند عیسی را از مردگان زنده کرد. او کاملا بر گناه و شرم بشر غلبه کرد. او نشان داد که جلال واقعی از جانب خداست و نمیتوان آن را با هیچ چیز دنیوی به دست آورد. او به ملکوت خدا بازگشت و ما را دعوت کرد تا با خدا رابطه‌ای دوباره برقرار کنیم، برای درک هدف واقعی خلقت و سهیم شدن در جلال خداوند. آیا دعوت او را میپذیری؟ آیا تمایل دارید رابطه خود را با خدا دوباره برقرار کنید؟ خداوند عیسی، من به تو محتاجم. اعتراف میکنم که از گناهانم پریشان هستم. با خود محوری زندگی کرده و از تو دور شدم و این باعث شرمندگیم شد. ممنونم که گناه و شرمندگی مرا گرفتی، مرا بخشیدی و به خانواده آسمانی خود دعوت کردی. من میخواهم تو را پیروی کنم. از من شخصی بساز که مطابق اراده توست. آمین.